خب به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز به درخواست خود شما میخوایم بریم سراغ منابعی که در مورد میگرن فرستاده بودید. و راستش یه نکته خیلی جالب از همون اول توجهم رو جلب کرد. این که انگار مدیریت میگرن مثل یه بازی شطرنجه. یه بازی شطرنج 2 مرحله‌ای دقیقاً. بله، یه مرحله دفاع سریع وقتی حمله شروع شده و یه مرحله استراتژی بلند مدت. که اصلاً کار به حمله نکشه. بیایید با قدم اول یعنی تشخیص شروع کنیم. منابع شما خیلی روی این مرحله تاکید دارن. بله و مرحله فوق‌العاده حیاتیه. ببینید چیزی که تو این منابع مشخصه اینه که تشخیص عمدتاً بالینیه. بالینی یعنی چی دقیقاً؟ یعنی فقط با معاینه و حرف زدن؟ دقیقاً. یعنی پزشک بیشتر به حرفای شما و علائم کلیدیتون توجه میکنه. همون درد ضرباندار که معمولاً هم یک طرف سره. حالت تهوع، حساسیت شدید به نور و صدا. و به اون اورا هم اشاره شده بود. بله. اورا یا همون علائم حسی عجیب، مثلا دیدن جرقه‌های نور یا خطوط زیگزاگ. که بعضیا 2 روز قبل از شروع سردرد تجربه میکنن. درسته، یا حتی بی‌حسی در یک طرف بدن. و البته سابقه خانوادگی هم که یه سرنخ خیلی بزرگه. بسیار خوب. پس فرض کنیم تشخیص داده شد. حالا میرسیم به اون مرحله اول شطرنج، دفاع سریع. حمله شروع شده، چی کار باید کرد؟ منابع میگن که اولین خط دفاعی اتفاقاً خیلی هم دمادستی و ساده است. کاملا. هنوزم بهترین کار استراحت توی یه اتاق تاریک و ساکته. یه کمپرس سرد روی پیشونی هم که عالیه. اما یه نکته خیلی ظریف هم بود در مورد کافئین که جالبه. بله، نقش دوگانش این برای من خیلی جالب بود. دقیقاً، چون یه فنجون قهوه اول حمله میتونه عروق خونی رو تنگ کنه و درد رو کم کنه. اما مصرف زیاد و مداومش خودش میتونه باعث سردرد بشه. کاملاً یک شمشیر 2 لبه است. در کنار اینا هم خب داروهای بدون نسخه مثل ایبوپروفن هستن که اگه همون دقایق اولیه مصرف بشن بیشترین تأثیر رو دارن. بله. حالا اگه اینها کافی نبود چی؟ اون وقتی که دیگه پزشک وارد میشه و میریم سراغ داروهای تخصصی تر. مثل تریپتان ها که تو منابع بهشون اشاره شده بود. بله، تریپتان ها مشخصاً برای متوقف کردن حمله میگرن طراحی شدن. یعنی میرن سراغ گیرنده های سروتونین توی مغز و التهاب و سیگنال درد رو کم میکنن. و معمولاً داروهای ضد تهوع هم کنارش تجویز میشه، درسته؟ بله، برای کنترل کردن علائم جانبی. خب این از دفاع. ولی به نظر من جایی که قضیه واقعاً جالب میشه به قول منابع بخش استراتژیه. پیشگیری؟ دقیقاً. یعنی به جای اینکه فقط منتظر حمله بعدی باشیم، فعالانه کاری کنیم که تعداد و شدتشون کم بشه. کاملا درسته. و این بخش یه مقدار هوشمندی و صبر میخواد. منابع پیشگیری رو به 2 تا شاخه اصلی تقسیم میکنن. اولیش تغییرات سبک زندگیه که شاید ساده به نظر بیان ولی تأثیر شگفت‌انگیزی دارن، مثل خواب منظم. بله، چرا خواب منظم مهمه؟ چون فعالیت الکتریکی مغز رو در واقع تثبیت میکنه و آستانی تحریک پذیری مغز رو میاره پایین. دقیقاً. یا مثلا مدیریت استرس. روش‌هایی مثل یوگا و مدیتیشن فقط برای آرامش نیستن. اینا مستقیما سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال میکنن که دقیقاً نقطه مقابل اون واکنش جنگ یا گریز هست که میگرن رو شعله‌ور میکنه. پس اینها فقط توصیه‌های کلی نیستن، مبنای علمی مشخصی دارن. در مورد محرک‌های غذایی چطور؟ به مواردی مثل پنیر کهنه یا الکل اشاره شده، اما خب شناسایی محرک شخصی خیلی سخته. سوال خیلی خوبیه. منابع هم اتفاقاً تأکید میکنن به جای حذف کورکورانه همه چیز، بهترین کار داشتن یه دفترچه خاطرات میگرن هست. یعنی هر چی میخوریم، وضعیت خواب، استرس و زمان حملات رو یادداشت کنیم. بله، بعد از چند هفته الگوها خودشون رو نشون میدن. انگار خودتون کاراگاه پرونده میشید. جالبه. حالا بریم سراغ شاخه دوم پیشگیری که درمانهای داروییه. و اینجا یه نکته غافلگیر کننده وجود داره. همون داروهایی که اصلا برای سردرد ساخته نشدن. این قسمت برای منم خیلی جالب بود. دقیقاً.
چرا باید یک داروی ضد تشنج یا مثلا ضد افسردگی برای پیشگیری از میگرن تجویز بشه؟ خب چرا واقعاً؟ دلیلش اینه که این داروها روی مکانیسم‌های پایه‌ای مغز که توی میگرن هم دخیل هستن اثر میذارن. مثلا بتا بلاکرها که معمولاً برای فشار خون استفاده میشن، اینجا با آروم کردن رگ‌های خونی بیش فعال مغز به پیشگیری کمک میکنن. یا داروهای ضد تشنج مثل توپیرامات که تحریک پذیری کلی سیستم عصبی رو کم میکنن. بله، با آستانه شروع حمله رو میبرن بالاتر. داروهای ضد افسردگی هم با تنظیم سطح سروتونین مؤثرن. یعنی ما به جای درمان علامت داریم خود سیستم رو تنظیم میکنیم. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم این همه اطلاعات به چه معناست؟ به نظرم پیام اصلی اینه که کنترل میگرن یه فرایند کاملا شخصیه و فعالانه. بله، دیگه خبری از یه قرص جادویی نیست. درسته، بلکه یه ترکیب هوشمندانه از دفاع سریع، استراتژی پیشگیرانه و از همه مهمتر خودشناسیه. دقیقاً.